سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. تو این ویدیو میخوایم که حالا یه اکانت جدید ساختیم و ویدیوشو براتون میذارم که چجوری نحوه اکانت ساختن تو سایت chess.com و اینکه میخوایم بریم تو سایت chess.com و ریتینگمون رو از پایین‌ترین حد برسونیم تا ریتینگ 2000. این مجموعه چالش رو با هم دیگه داشته باشیم و ویدیو براتون میذارم مرتب و ببینیم که با هر ریتینگی مثلا چه چالشایی داریم. ممکنه بعضی بازی‌ها رو هم ببازیم که اونا رو هم حتما براتون میذارم. خب دوستان، من اومدم تو سایت chess.com. میخوام که کلا رپید بازی کنیم و رپیدمون رو بیاریم بالا. من یه دونه نیو گیم میزنم. کلا هیچ گیمی هم نزدم، یه اکانت جدید ساختیم و بریم برای کلا همین کار که ریتینگمون رو بیاریم بالا. خب دوستان، من 10 دقیقه تنظیمش میکنم. اوکی هست فعلا که آره همون انی باشه و هر چی شد پیدا کنه دیگه. ایناش هم دست نمیزنیم و استارت گیم. خب اگری میکنیم. خب دوستان، مثل که یه دونه حریف فرامون پیدا کرد. ریتینگشو واقعا نمیدونم چنده. میخوایم بریم باهاش بازی کنیم. منم 2 تا دونه میارم جلو، گسترش میدم. اولین کاری که میکنید دوستان، این خونه های مرکزی خیلی مهم هستش. اینا رو باید بگیرید، این 4 تا خونه رو، و گسترش بدید. ببین دوستان، الان این حمله کرده به این سرباز من و من میتونم اینو ازش دفاع کنم. این سرباز رو دفاع میکنیم و گسترش هم داریم میدیم. ببینیم حریفمون چی کار میخواد بکنه. خب دوستان ببینید، یه دونه سرباز آورد بیرون، فکر میکنم بلاندر کرد و من هم فیلمو میارم بیرون، همین سرباز رو میزنم. خب من گسترش دادم و اینکه این سربازم زدیم، مفت بود و زدیمش رفت. ببینیم حریف چی کار میکنه. ریتینگش رو واقعا نمیدونم چنده، ولی فکر میکنم خیلی نوب باشه. خب ببینید دوستان، من یه کار میتونم بکنم. اول اینکه بیام این اسبشو بزنم، بعد بزنم تو این سربازه. این کارو میتونم بکنم الان، ولی خب من قلعه میرم. قلعه رو برم بعد از این حرکت ها رو بزنیم. میخوام این یکی فیلم هم گسترش بدم، بعد این دفعه بریم برای حمله کردن. خب حریف خودش به ما حمله کرد و من این اسبشو میزنم و همین طرحی که گفتم بهتون، این پیاده رو میزنیم. اوکی، ببینیم چی کار میخواد بکنه. یه پیاده دیگه هم دارم که بزنم. ببینید دوستان، من اینو میزنم. اگه با اسب زد توی پیاده من دوباره میزنم. اگه با وزیر بزنه که میام اینجا قلعه رو میارم و شاهش، یعنی وزیرش رو میگیریم، پس نمیتونه اینجور کاریو بکنه. من میزنم توی سربازش و الان به وزیرش هم حمله کردم. ببینیم حریف چی کار میکنه. اوه، اصلا ندید، بلاندر کرد. فکر کنم سطح حریف خیلی پایینه. خب من الان وزیر رو میزنم دیگه. وزیر داد، فکر کنم تسلیم بشه.
خب بله تسلیم شد. دوستان بریم گیم بعدی هم بزنیم و دوستان حریف ریمچ داده، نمیدونم باش بزنم یا نه. باش میزنیم دوباره، اشکال نداره. با همین حریف دوباره میزنیم. این سری ما سفید هستیم، دوتا من میرونم. بریم ببینیم چی کار میخواد بکنه. خب من گسترشم رو انجام میدم. فیلم هم میارم بیرون. وارد شروع بازی لندن میخوام بشم، ولی خب لندن اول فیل رو میارن بیرون. من اسب آوردم بیرون، اشکال نداره. ترتیب حرکاتش مهم هست ولی خب زیاد فرق نمیکنه اینجا. فکر کنم حریف ریتینگش 100 باشه، یعنی دیگه پایین ترین حدشه دیگه. خب من باز میارم اینجا و میخوام راه فیلمو باز کنم. فیلو بیارم تو مرکز. خب دوستان ببینید، اگه الان این خونه رو باز نکنیم میتونه بیاد اینجا. من مجبورم بیام عقب. یه دونه میاد پایین و البته فیلا نمیتونه بگیره چون من این سربازم اینجا هست. ولی من میخوام که این سربازا اینطوری حفظ بشن، ساختارشون یعنی اینطوری باشه بمونه. واسه همین من یه دونه میارم بالا که بتونم فیلو برگردونم عقب. و الا که هیچ مشکلی هم نداشت اگه همونجا بود. ولی خب دیگه الان دیگه خیالم راحت هستش. خب اینجا چون حمله کرد به ما زود، من اینو میزنم. خب اینجا این پیاده رو نمیتونیم بزنیم چون فیل رو شارژ کرده، ولی میتونم اسبا بیارم جلو. اگه زد با فیل بزنم، تهدیدم هم باشه که رو قلعه‌اش هستم. ببینیم چی کار میکنه. خب منتظریم حریف بازی کنه. میتونم اینو آچمزش کنم که نتونه این فیلو چیزو بزنه. البته کیش برخواست نداریم بدیم. این خیلی بده. اگه میشد کیش برخواست داد خیلی خوب بود. خب ایرادی نداره، من اینو میارم بالا. اگه بزنه که من با فیل میزنم، هم روی وزیرشم هم روی رخشم. خب فیلو من میارم بیرون، گسترش میدم. ببینیم حریف چیکار میکنه. اگه هم نزنه، من با اسب میام اینجا، بعد با فیل دارم وزیرشو میزنم، از اون برم دارم رخشو میگیرم. ببینیم حریف چیکار میکنه. دوستان من یکم تهاجمی بازی میکنم، کلا سبکم همینجوری. موقعیت پیش بیاد میرم واسه حمله، ولی خب اول شما گسترش بدید. بعد از اینکه گسترشتون کامل شد، قلعه رفتید، شروع کنید به حمله کردن. هرچی تعداد سواراتون بیشتر باشه بهتره. ولی خب دیگه ما رفتیم چون حریف ضعیف هستش، دیگه رفتیم کارشو بسازیم. خب حریفمون بلاندر کرد، رخو گذاشته جلوی فیل ما. خیلی ضعیفه این. بزنیم فیلشو. واقعا چی فکر کرده پیش خودش. میخوام یه کیشش بدم، بعد دوره وزیرشو بگیرم. یه دونه کیشش بدم. اگه بیاد اینجا که نمیتونه بیاد، مجبوره بیاد اینجا، دوره وزیر میده. خب یه کیشش بدم الان دوره. دوستان این حریف تسلیم شد. دیگه هم با این بازی نمی کنیم. بریم با حریف بعدی.